در 3 میلیون فایل اپستین یک فایلشی بوده که باید تمام مسلمان از تمام روی کره زمین از بین بره و این کار عملی هم شده میره و خود ترامپ میره قبول کرده. چه ایران باشه، چه پاکستان باشه، چه افغانستان باشه یا هر مملکت دیگه باشه باید مسلمان ها از بین بره و جاش کفار رشد کنه و این کار عملی هم شده میره. چی رقم داخل خود افغانستان چی رقم شروع شد؟ اگه ما شما یک کم مثلا بریم به عقب به گذشته، یک وقتی بود که داخل افغانستان سریال هندی آمد، سریال هندوها آمد و این سریال در خانواده نشر میشد و میدیدن مردم ها نماز خدا اعلام میکردن، نماز جماعت خدا میامدن سریال سعی میکردن و داخل از این سریال میگفت که چی رقم با شوهرت رفتار کنی، چی رقم با خواهر برادر رفتار کنی، چی رقم با دیگران رفتار کنی، در حالی که 70% اسلام رسم و روش زندگی را برات یاد میده. ما او را اعلا کردیم، آمدیم از هندوها را شروع کردیم در زندگی خود تطبیق کنیم، بعدش از ترکا را، این همه تو سریال های بعدی که آمد این همه تو زندگی ما شما را تغییر داده رفت. هر جوان مسلمان ای سرش فرض است که باید رسم و رواج زندگی اسلامی را یاد بگیره و روی زندگی خود تطبیق کنه و برعکس از امروز شده میره. امروز در یک خانواده رهبرش خانم است، نه شوهر. در اسلام هر مسلمان رهبر است، چه خواهر ما باشه چه برادر ما باشه، تمام اینا رهبر است و باید رهبریت اسلامی را یاد بگیرن که چگونه رهبر هستند. یک پدر در خانواده رهبر است، مادر رهبر است، مادر رهبر اولاد است، پدر رهبر از او خانم خود است. ولی امروز برعکس است، خانم هم رهبر اولاد است، هم رهبر شوهر خود است. این رقم است تا جایی که تا وقتی که حقوق اسلامی در یک خانواده برابر نشه، شوهر حقوق خانم خود نفهمه، خانم حقوق شوهر خود نفهمه، طفلا حقوق پدر مادر خود نفهمه، هیچ وقت در خانواده خوشحالی نمیره. و چی رقم از این خانواده طفل پیدا شوه که باز مقابل از او کفار استاده شوه، مقابل از او فرعونای زمانه، چگونه مقابل از او استاد شوه که باز از اسلام خود دفاع کنه، در حالی که خود از این کفر رشد کرده، خود از این رسم رواجش سریال های هندی است. چگونه ای جوان مسلمان میتونه در مقابل از اونا قرار بگیره در حالی که در وجودش هیچ چیز از اسلام نیست؟ چگونه یک جوان مسلمان ما میتونه در مقابل کفر استاد شود در حالی که لوگوش میسی و رونالدو و ایلان ماسک و این بد و بلاهای دیگه است؟ در حالی که یک جوان مسلمان باید الگوش 4 یار پیامبر می بود، خود پیامبر ما می بود و همونطور از دختر خانمای ما از الگوهایشان خانمای پیامبر ما می بود. و این رقم میشد که یک جامعه اسلامی رشد کنه و یک جامعه اسلامی باشه. و وقتی که یک نفر دیگه از یک مملکت دیگه بخواید داخل افغانستان بیای بسیار به افتخار بگه چرا به افتخار افغانستان میری؟ بگه اونجا یک مملکت اسلامی است، اونجا پسرهای اسلامی است، اونجا دخترهای اسلامی است، جانم اونجا یک مملکت اسلامی است، خودم خانمم اموالم همه اونجا سیو است، اونجا رفتار اسلامی است، اونجا اخلاق اسلامی است، اونجا عدالت است، چی حکومت باشه چی نباشه اونجا عدالت اسلامی است، اونجا جوانای ما کلش از دین اسلام خبر داره و عدالت اسلامی، عدالت عمری در فکرشان است. اونجا علم است، علمیت به حضرت علی کرم الله وجهه است، اونجا خیرخواهی از حضرت عثمان است، اونجا یاری حضرت ابوبکر است. این رقم یک مملکت اسلامی جور میشه و در حالی که ما شما در کوچه و مناطق خودم نیستیم، چرا که سیرت پیامبر خبر نداریم، چرا که هیچ چیز از اسلام ما شما خبر نداریم، برعکس میریم طرف کفر میریم، سریال های امریکایی رو میبینیم، سریال های هندی و اینا رو میبینیم، بعد خودمون مو رقم کرکتر حس میکنیم، کرکتر دوز حس میکنیم، خدا خیلی فهمیده حس میکنیم، در حالی که یک جوان مسلمان هیچ وقت فهمیده نمیشه الا که سیرت پیامبر نداشته باشه، الا که علمیت حضرت علی کرم الله وجهه نداشته باشه. ضرور نیست که برابر حضرت علی علم داشته باشه، نه، حداقل اونم رایشه که رفته باشه یعنی هم کافی است، شما به یک جای میرسید. خب خیر بگذاریم.